متشکرم، خواهش می‌کنم. عمل بشه انشالله. بفرمایید خودتون معرفی کنید. بنده عبدالقادر نظیری هستم، فرزند هرات. فرزند هرات به دنیا اومدم. هرات دنیا اومدید؟ بله بله. پدر مادرتون در قید حیات بله در قید حیات هستن. شما دوست دارید بفرمایید. محمد نظیر، فرزند حنیف از کابل. اون ایام شاید تنها راه رسیدن به سوریه رفتن تو قالب یه رزمنده افغانستانی بود. مصطفی و مجتبی هم همین راهو امتحان کردن. بازی لباس و اوراق هویت افغانستانی. اما ظاهراً خیلی ناشیانه و رو بازی کرده بودن. بیشتر فارسی ما در این مشهد به دنیا اومدیم. عزیزم متاسفانه باید بگم شما ایرانی هستید. خودتون زیاد اذیت نکنید. موفق نخواهید شد. هنوز یک مشکلات هستش. بعدش مجتبی با من تماس گرفت و از فحوای کلامش فهمیدم نتیجه‌ای که باید حاصل نشده. ما داریم با مصطفی کارش انجام میدیم. دعا کن درست بشه دیگه. مصطفی هم زیاد همچین حالش خوب نیست. آقای بختیاری مسئول ثبت نام وقتی اصرار مصطفی رو میبینه واسه تحقیق و احراز هویت میره خونش. رندی میکنه و میگه اگه حقیقتو بگید نادیده میگیرم و مینویسم که افغانستانی هستید. مصطفی هم راستشو میگه که بله ما به خاطر رفتن به سوریه دروغ گفتیم. ما ایرانی هستیم و برادریم. آقای بختیاری هم میزنه زیر حرفش و میگه ما به هیچ عنوان اجازه اعزام غیر افغانستانی نداریم. هرچی خواهش میکنم فایده نداره. فقط خنده تحویل میده و میره. همین میشه که بچه ها مثل سایه میفتن دنبال آقای بختیاری. از اینا اصرار و از ایشون انکار. حتی سراغ همسرش هم رفتن تا واسطه بشه. همسر ایشون هم از همه جا بیخبر قول مساعدت میده. برادر لطف بکنید با حاج آقا ما صحبت کرده بودیم برای بحث اعزام و به دلایلی که صلاح دونستن مخالفت کردن. پس بالاخره شما همسرشون هستید. بالاخره اگه بشه صحبت بکنید موافقتشون رو بگیریم. ممنون میشم از لطفتون. بله چشم. من باهاشون صحبت می‌کنم. لطف می‌کنید. می‌بخشید بذارید. بزرگواری کردید. تشکر می‌کنم. خانم بختیاری حتی سرزده سراغ منم اومد و آمار بچه ها رو گرفت. گفتم به رفتنشون راضیم. چه اشکالی داره؟ وقتی دیدن کار به خنسی میخوره رفتن سراغ شهدا. یه بار آقای بختیاری رو حوالی مزار یکی از شهدا میبینم. ایشون میپرسه بازم شما؟ اینجام دست از سر من بر نمیدارین؟ بچه ها میگن ما اومدیم پیش خود شهدا.